پرچم قرمز روشن میشه. با خاموش شدنش گرند پری آمریکا استارت میخوره. لانچ برابر بین مکس استاپن و لندو نوریس. فراری هم خوبن. نوریس میره پیچه یکو ببنده. مکس اونجاست قرار تایپ بزنه. این کارو میکنه. به نظر مثل لیدر قرار جا به جاشه. یه فراری لیدره. چارلز لکلرک رد میشه. کارلوس ساینز هم اونجاست. سرده از دست میده لندو نوریس. پرچم زرد داریم. مکس استاپن دوم، کارلوس ساینز سوم و لندو نوریس چهارم. اصلا عجیب غریب همه چی ها دقیقا همون اتفاقی که گفتم. اول و دوم هم درگیر شدن. یکی از ردیف دوم اومد اینا رو سویچ بک کرد. الان چارلز لکلرک پیشتاز از چهارم میاد اول. حالا کارلوس ساینز رو ببینید قرار حمله بکنه به مکس. داید میزنه روی مکس استاپن. آیا یک و دو میشه برای فراری؟ مکس میفته بیرون از پیست. فعلا یک و دو هن. باید ردر احتمالا برگردونه. بستگی داره کی بین خودش و کارلوس ساینز میاد از داخل پیچ میاد سویچ بکش میکنه و چقدر کند مکس نسبت به دوتا ماشین فراری. لکلرک رفت.